با سلام به همه زیبایان عزیز. در مورد ابدومینوپلاستی می‌خواستم نکاتی رو خدمت عزیزان بگم. ابدومینوپلاستی یه اصطلاح جراحی پلاستیک هست برای کاهش حجم شکم، پهلو و پشت که در این عمل بافت اضافی مثل چربی، پوست اضافی و چیزایی که میشه قابل خارج کردن هست خارج میشه و پوست اضافی در قسمت میانی و پایین شکم برداشته میشه و پوست تحت تنشن قرار میگیره، اضافاتش که حذف میشه به پایین شکم بخیه میشه. در ضمن عضلات شکم هم دوخته میشه و به اصطلاح لیکیت میشه. نتیجه این عمل برای در واقع خودفرم شدن شکم پهلو هست و علیرغم در واقع کاهش حجم یه مقداری هم از وزن بیمار کم میشه. البته قابل به ذکر یکی از سوالات خیلی مهم زیبایان این هست که اگر ما وزن اضافی داشته باشیم این عمل برای ما مناسبه، یعنی باعث کاهش وزن ما هم میشه. ما میگیم اگر هدف کاهش وزن هست این عمل جراحی صرفا برای کاهش حجم هست و وزن اضافی رو در حد شاید 4 کیلو 5 کیلو در همین حدود میتونه کم بکنه و قادر نیست وزن بیشتر از این حد رو کاهش بده و بنابراین اینجور افراد بایستی تشریف ببرن پیش متخصص تغذیه برای کاهش وزنشون. یه سری شرایطی بایستی فرد داشته باشه که کاندیدین عمل جراحی بشه. از جمله BMI بیمار هست، دیگرجو هست که بعد از اینکه تشریف میاریم برای مشاوره ما قد و وزن شما رو و بادی مس ایندکس BMI شما رو اندازه‌گیری میکنیم. اگر در رنجی باشی که مناسب این عمل جراحی باشید خب کاندید عمل میشه، انشاءالله نوبت عمل میگیرید و کار انجام میشه و مطمئنا کسانی کاندید بهتری هستن که BMI کمتری دارن و به اصطلاح چاق نیستن. افراد چاق BMI بالایی دارن و به طب ما راهنماییشون میکنیم که چه کاری باید انجام بدن که متناسب بشن و بشه کاندید عمل ابدومینوپلاستی باشن. در مورد انواع ابدومینوپلاستی هم خدمتتون بگم. ابدومینوپلاستی معمولا دو قسم داره. یکی ابدومینوپلاستی کامل هست یا همون کلاسیک که ما یه بخیه‌ای در قسمت پایین شکم از یه پهلو تا یه پهلو برای بیمار می‌زنیم. در واقع برشش قسمت بالای پوبیس هست، 7 سانتیمتر پایین شکم، پایین پوبیس که در واقع حدوداً میشه خط سزارین بیمار. حالا به عنوان یک استراحت کوتاه ما میخوایم برای این زیبایی عزیزمون قسمت پشت رو از بالا تا پایین، در واقع از قسمت کتف تا پایین کمر بالای باسن برایشون لیپوماتیک انجام بدیم، یعنی چربی اضافی رو برایشون توسط 3 یا 4 تا سوراخ که اون ناحیه زده میشه لیپوماتیک انجام میدیم، چربی اضافی کشیده میشه و پهلوها و پشت خوش فرم میشه و بعد از اون بیمار رو میچرخونیم و قسمت جلوی شکم رو شروع میکنیم. در این فاصله ما این عمل رو انجام میدیم. باز در خدمت شما هست. ما لیپوماتیک قسمت پشت رو از کردیم که بالای کتف تا پایین پشت انجام دادیم. پشت و پهلوها چربی‌اش تخلیه شد و فرم خیلی زیبایی گرفت. در قسمت جلو که الان ما آماده انجامش هستیم محلولی رو که برای رفع کردن و در واقع کاهش خونریزی هست وارد زیر پوست میکنیم. در این فاصله فرصتی میدیم که این محلول تاثیر بذاره و اشاره لیپوماتیک قسمت شکم رو از ناحیه زیر استرنوم جناب سینه تا پایین بالای پوبیس انجام میدیم. بعد از اون پوست اضافی رو میکشیم، از کردیم بخیه رو از پهلو تا پهلو برایشون انجام میدیم، بخیه میزنیم
و پوست اضافهشون برداشته میشه و قسمت ناب هم بخیه میخوره در انتها و عضلات هم پلیکیت میشه و در واقع یه شکم صرف زیبا بدون پوست اضافه و با حداقل چربی ممکن در قسمت جلو پهلوها برایشون انجام بده. یکی از سوالات خیلی مهمی که چه افرادی بهتر هستن نتیجه بهتری در واقع بگیرن؟ افرادی هستن که بی ام آیشون از کردیم پایین‌تر هست، یعنی نسبت قد و وزنشون بتواند اینها عدد بهتری رو داره و در واقع جزو دسته‌بندی چاق نیستن. و در ثانی افرادی هستن که علاوه توانایی جسمی توانایی خوبی دارن. معمولا توانایی رو ما تو معاینه میسنجیم. کسایی که برای مشاوره میان داروهای مصرفیشون رو صاحب میکنیم. ارزم شما بیماری زمینه‌ایشون انجام میده، دیابت، فشار خون، بیماری‌های همراه مثل قلب و عروقی و سایر بیماری‌های زمینه‌ای رو ارزیابی میکنیم و کاندید عمل شدنشون بسته به این هست که ریسک فاکتورهاشون حداقل ممکن باشه و اگر هم ریسک فاکتوری داشته باشن با دارو کنترل شده باشه. بعد از اینکه بیمار اسکیجول میشه برای عمل یه سری توصیه‌ای میکنیم از جمله برای توصیه در واقع قبل از عمل از مصرف هر گونه مشروبات الکلی، دخانیات مثل قلیان و سیگار حتما پرهیز کنن. حداقل 10 روز قبل اینا اگر مصرف میشه بایستی مصرفش قطع بشه تا حداقل 1-2 ماه بعد از عمل بایستی اینها رو قطع کنن.